دوستای محترم، فعلا که ما دسترخوان میبینی بین آروزه خرد کلان طرف جنوب غرب لوا میشه که 2 کیلومتر ما لوا فاصله داریم. مدت 15 روز میشه جنگ است و مدت 5 روز 6 روز میشه که ما اینمی خوراک ما با حالت محاصره قرار داریم. آشه ما خلاص شده، مهمات ما خلاص شده، هرچی که در بالا جای میگیم میان یک قریه که 200 متر فاصله داره، اینمیجا میان نمایشی کماندو کلش اینمیجا آمده است، یک 4 مرمی تق تق میکنن، مهمات خود مصرف میکنن، 10 متر کسی پیشروی نمیکنه، رهبریت درست نیست، دیگه نیست. در هر جایی که زنگ میزنیم تقریبا 50-60 نفر هستیم، ما زخمی هم داریم، کسی هیچ صدای ما را نمیشنوه. رهبری لوا اصلا تلفنایشان گل کردن، هر چی زنگ میزنیم جواب نمیتن، مخابره ما از بیبرکه نمیاد، چارج خلاص کرد. اینمی مشکلات ها را داریم. هر کسی که فیلم میبینه لطفاً اگر نیروهای امنیتی خود دوست داره ای را شیر کنه تا حدی که میتونه که مردم در حتی حکومت مرکزی کلی با خبر شده ببینن که در لوای سه چی جریان داره. تا حد توان میتوانی این فیلم ما را نشر کنی به خاطر ماه مبارک رمضان. حداقل برای ما همیاشا باطه ما را بیاره، مهمات ما را بیاره. ما یونیفرم پوشیدیم تا لحظه آخر ما از وطن دفاع میکنیم بازم تا فصل برای ما مهمات بیاره، آشه بیاره. ما اینمی نانا را که میبینی بچه های ما خورده رایست، نصف از زیر موش خورده، نصف از زیر ما خورده رایستیم. 5 روز میشه اینمی خوراک ما هست. مجبور هستیم چرا حداقل که نمیتونن پیش ما را در طیاره میتونه بر طریق میتونه برای ما آشا و باطن مهمات ما را اکمال بکنن. ما قسم خوردیم از وطن دفاع میکنیم ولی اشکم گشنخ نمیشه. هر کسی میتونه تا حد توان ایده شیر کنه که حداقل مقامات مرکزی کلش بفهمد، خبریال سروت دوستا تمامشان. ما از عکسای خودداری با فرمودیم به خاطر که این فامیلای ما نبینه با تشویش نشه. و سلام.